به نام خدا بچهای خوبم، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از درس‌های قرآن کریم در خدمت شما بچهای خوبم هستم. امروز میخوایم با حرکات کوتاه آشنا بشیم. در زبان فارسی ما با حرکات کوتاه آشنا شدیم. ا، او. درسته؟ آفرین به شما. حالا میخوایم در زبان عربی و در زبان قرآن کریم با این حرکات کوتاه آشنا بشیم. پس با من همراه باشید. خب به میبینم که آماده هستید و منتظرید که درس امروز رو شروع کنیم. خب دقت کنیم به این حرکت. به این حرکت ما میگیم حرکت فتحه یا ا که صداش مثل همون صدای ا در زبان فارسی خودمون هست. به این کلمات دقت کنید. تبر، سبد. آفرین بچهای خوبم. این دوتا کلمه هر دوتاشون فتحه داشت یا صدای ا داشت که در زبان عربی به اینها حرکات کوتاه میگیم. ا، فتحه. خب حالا اگر موافق باشید میخوایم وارد این جدول بشیم و این جدول زیبا رو با همدیگه بخونیم. بفرمایید. خب همونطور که میبینید در این جدول حروف مختلف الفبا رو میبینیم که میخوایم با صدای فتحه یا صدای ا اونها رو بخونیم. من میخونم، تکرار کنید. ا، ب، ت. بچه نگاه کن، اینجا این نکته بهتون بگم. این همون ت گرد هست. در زبان عربی و در زبان قرآن یه ت این شکلی هم داریم که بهش میگیم ت گرد، ولی همون صدای ت رو میده. خب ادامه بدیم. ث، ج، ح، خ، د، ز، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ض، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، ی. آفرین به شما بچهای خوبم، بسیار عالی. خب بچهای خوبم دقت کنین، هر حرفی که دارای حرکت فتحه یا ا باشه بهش میگیم حرف مفتوح. آفرین به شما، حرف مفتوح. پس از این به بعد یاد گرفتیم حرف مفتوح یعنی حرفی که ا داره یا فتحه داره. خب بچهای خوبم درس امروزمون تموم شد. فقط از شما میخوام که چند تا کلمه قرآنی با فتحه برای من یادداشت کنید و بنویسید. تا درس جلسه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. دست علی یارتون، خدا نگهدارت.